دکامبر سال 2022 در نویه کراسنوگواردیسک و کراسنوسلسک در دو گوشه گوناگون شهر سنت پترزبورگ روسیه یک باره دو کودک خردسال از اویله‌های مهاجران توجک به علت سرماخوری جان دادند. یکی از این طفلان غور مارک 3 سال و دومی همگی 5 ماه بودند. بنا به خبرها والدان این دو طفل خودشان به طبابت آنها مشغول شده سر وقت به طبیبان مراجعت نکردند. گمان می‌رود که سبب سر وقت به بیمارستان نبردن این طفلان درست نبودن حجت‌های والدان آنها می‌تواند باشد. حالا مقامات حفظ حقوق به تفتیش سبب‌های مرگ این دو کودک پرداختند. آنها از جمله خنک نظری والدان این دو کودک غور مرگ را نیز تحقیق می‌کنند. بنا به اطلاع سامانه محلی فانتان که روز 7 دکامبر کارمندان پلیس در یک منزل اجاره در خیابان پیسکاریوو نویه کراسنوگواردیسک شهر پترزبورگ جسد یک کودک 3 ساله تاجیک را پیدا کردند. والدان این طفل گفتند که روز 5 دکامبر حرارت بدن او بلند شده سلفه میکرد، ولی آنها خودشان به تبابات کودک مشغول شده به طبیبان مراجعت نکردند. فانتان که می‌نویسد سبب سر وقت به طبیبان مراجعت نکردن والدان این کودک میتواند مشکل حجت‌های آنها باشد، زیرا در این اویله تن و پدر کودک غورمرگ در پترزبورگ رسما ثبت نام و پتن داشت و همچون رساننده غذا کار میکرد. مادر 23 ساله کودک در پترزبورگ ثبت نام نداشت. همچنین در همین روز 7 دکامبر یک اویله مهاجران توجک در کوچه کمونارهای نویه کراسنوسلسک زندگی میکردند ماشین یوری تاجیلی را برای کمک به فرزند 5 ماهشان دعوت کردند. پدر و مادر کودک گفتند که از صبح حرارت بدن کودک پایین نمی‌فراید، اما طبیبان به این طفل معصوم کمک رسانیدن نتوانستند. تا آمدن آنها او الکی جان داده بود. بنا به خبر رسیده والدان جسد کودک را از طبیبان یوری تاجیلی گرفته خودشان به بیمارستان بردند. یوری تاجیلی در این باره به پلیس خبر داده است. کارمندان پلیس آنها را در شفاخانه واقع در کوچه اسوابژدینی پیدا کردند. جسد کودک را برای معاینه کردن سبب مرگش به مورگ بردند. خبر می‌دهد فانتانکا والدان این کودک که هر دو 26 سال دارند و شهروندان تاجیکستانند در روسیه غیر قانونی کار داشتند. نسبت به آنها برای ویران کردن قانون‌های مهاجرت و هم برای خنک نظری در اجرای وظیفه‌های خود همچون والدان پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند. مرگ یکباره دو کودک در اویله‌های مهاجران تاجیک در حالی است که در پترزبورگ در این شب و روز در بین چه اهالی کلانسال و چه کودکان اوج موسم نو گریپ از جمله گریپ خوک مشاهده می شود. پایتخت شمالی روسیه در این شب و روز همچنین به اوج نو پنجشنبه بیماری کرونا ویروس نیز روبرو شده است.